اومیدجان جبوروف سال تولدش 1994 زاده دهه غزنترک نویه دوشتیج ولایت سوغد تاجیکستان در مسکو با اتهام دست داشتن در قضیه پرسر و صدای غارت 100 میلیون روبل مارینا کاتاشنکا زوجه آوازخوان مرحوم روس الکساندر گراتسکی دستگیر شده است. در این باره خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق و نشر عکس اورینتیروفکای اومیدجان جبوروف خبر داد. گفته می شود اومیدجان جبوروف که قبلا برای دادن پوره سود شده از 22 ینور برای حمله به زوجه گراتسکی در جستجوی فدرالی قرار داشت توسط برنامه شناسایی قیافه ها به دست افتاد. کامراهای نظارتی قیافه او را در ایستگاه متروی مندلیفسکایا ثبت کردند. خبر داد است منبع ریا نووستی بنا به اطلاع این منبع اومیدجان جبوروف از سال 2011 در مسکو زندگی میکرد ولی رسما در یگانجا کار نمیکرده است. اومیدجان جبوروف اینک دومین زاده تاجیکستان است که در چارچوب پرونده غارت پولهای زوجه گراتسکی دستگیر می شود. پلیس روسیه روز 23 ینور شهروند 25 ساله تاجیکستان رومیز را دستگیر کرد ولی بعد بازپرسی او را جواب داد. تلفن او در نزدیکی محل حمله قرار داشته است ولی رومیز اثبات کرده است که تلفنش را آن روز به یک خویشش داده بود و خودش در یک جای تماما دیگر و دور قرار داشت. رسانه‌های روسیه با تکیه به منابع نزدیک به تفتیشات خبر می‌دهند که ظاهراً یکی از سه غارتگری که پولهای زوجه گراتسکی را به یغما بردند برادر رمیز است که یک روز بعد آن حمله ماشین تویوتا خریده از روسیه به قزاقستان فرار کرده است. راه‌های اساسی زمینی از روسیه به تاجیکستان از طریق قزاقستان می‌گذرند و از احتمال دور نیست که او الکی به تاجیکستان رسیده باشد. یادآور می‌شویم مارینا کاتاشنکا قبلا به پلیس خبر داد که روز 16 ینور در راه در حدود ناحیه نرفامینسکی ولایت مسکو سه مرد مسلح برقصدانه صدمه تشکیل کرده به ماشین او نشستند و مجبورش کردند که به خانه‌اش برگشته 100 میلیون روبل پول نقدی را که در خانه داشت برآورده به آنها دهد. غارتگران سپس کاتاشنکا را مجبور کردند که آنها را با ماشینش تا اپریلوفکا برد. در اینجا یغماگران از ماشین او فرآمده به یک ماشین دیگر نشستند ولی قبل از فرار 5 میلیون روبل کاتاشنکا را به او برگرداندند. مصلحت دادند که با این پول چخیلی که دلش میخواهد زندگی کند. پلیس ماشینی را که یغماگران با آن فرار کردند خیلی زود در ناحیه سکولنکی شهر مسکو پیدا کرد. ماشین به اسم خلاقوف نامساکن ولایت تور ثبت شده بود ولی او بیانات داد که این ماشین را با باوری خط به اومیدجان جبوروف نام شهروند تاجیکستان فروخته است. جبوروف به نوبت خود قبلا بیانات داده است که این ماشین را به یک هموطنش فروخته است. گمان می‌رود که این خریدار اخیر همان برادر رمیز باشد. در همین حال خواهر الکساندر گراتسکی ادعای کلینشان درباره غارت شدنشان زیر شبهه گذاشته است. او گفته است مارینا کاتاشنکا هنوز رسما وارث پول و مال گراتسکی نشده است و میتوانست این غارتگری را وانمود کند تا که شانه خود را از مسئولیت تقسیم میراث با دیگر وارثان گراتسکی خلاص کند. الکساندر گراتسکی آوازخوان و آهنگساز شناخته روس روز 28 نوامبر سال 2021 در سن 72 از عالم چشم پوشید. او 17 سال آخر با مادر اوکراینی کاتاشنکا زندگی میکرد و آنها 2 فرزند هم داشتند ولی عقد نکاح گراتسکی با همسر جوانش همگی 1 ماه پیش از مرگ آوازخوان رسما ثبت شده است که این همه به آتش شک و شبهه خویشاوندان دیگر گراتسکی و فرضیه غارت 100 میلیون روبل کاتاشنکا روغن بیشتر میریزد.